خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. از آن روز امسال 55 سال سپری شده است. در تمام نیم عصر من از تاشکند دور نبودم. در این مدت با دوستان دانشمند و ادیبان ازبک طرح دوستی و رفاقت و همکاری خود را قطع نکردم و آنها نیز رشته های دوستی را هرچی قویتر و محکمتر می داشتند. دوستان همسبق و شریک درس من سیماهای شناخته جامعه و اهل علم ازبکستان عزیزخان قیوموف، عرب شناس نامدار عبیدالله کریموف، ادبیات شناس معروف عبدالقادر حیدمتوف، تاجیک شناس و ایران شناس برجسته شاه اسلام شاه محمدوف و ادیب و شاعران نامور حمید غلام، شکرالله، شهرت، ارکین واحدوف، آزاد شرافالدینوف، لذیذ قیوموف و سالهای سال با من و من با آنها رفاقت و همکاری داشتیم. محفل و مجلس‌های علمی و ادبی در تاشکند و دوشنبه تشکیل می نمودیم، به جشن و توی‌های همدیگر می رفتیم. ماه ایول سال 1976 فرنگیس دختری من برای به کنسرواتوری تاشکند داخل شدن عازم تاشکند شد. من به وی همراه و راه بلد بودم. در مدت 1 ماهی که تاشکند بودیم، من و فرنگیس دست به دست دوستان و قدردان ها بودیم. هر شب و گاه و روزانه به مهمانی دوستان دعوت می شدیم. با وجود این نه همه دعوت دوستان را پذیرفته توانستیم. فرنگیس گفت: دادا، امسال 26 سال می شود که شما از تاشکند رفته اید، اما ببینید که نه شما و نه جوره هایتان یکدیگر را فراموش نکرده ایتان. به خیالم این خیلی دوستی و برادری کم اتفاق می افتد. فرنگیس هم در طول 5 سال تحصیل در کنسرواتوری به خانه دوستان من رفت آمد داشت و آنها او را چون فرزند خود پرستاری می کردند. خود وی نیز دوستان و دوگانه های بسیار پیدا کرد که سالهای دراز با همدیگر رفت آمد و مکاتبه داشتند. سال 1977 بود که فرنگیس به من نامه فرستاد و در ضمن آن نوشته بود: دادا، در اینجا یک دوست شما بوده است، شوکت، که چند سال با هم در رادیو کار میکرده اید. وی مرا جستجوی کرده روزی به کنسرواتوری آمد. با هم شناس شدیم. مرا به خانهش دعوت کرد. روزی در خانهش مهمان شدم. از شما وضع زندگیتان، کارهایتان پرسید. گفت که زود به خانه وی مهمان شوم. حالا تنها با یک پسرش زندگی می کرده است. 27 سال گذشته است از آن روزی که با شوکت وداع کرده بودم. معلوم می شود همان روز راست گفته بوده است که مرا فراموش نخواهد کرد. بعد از این شوکت را در دوشنبه دیدم. باری همراهی همسرم به شیرخان نیز دیده بودیم. فهمیدم که او از شوهر اولش جدا شده شوهری نو کرده است که مقیم دوشنبه بوده است. روزی او را با شوهرش دیدم. و شوهرش گفت: این آقای هادیزاده همان شخصی است که من به تو از ایشان نقل کرده بودم. بعد از این هم شوکت را در شهر گاهگاهی می دیدم. باری گفت: از سفری مشهد آمدم. آنجا خویشاوندان خود را دیدم. شاید که ما هم به آنجا کوچ بندیم. پس از مدتی شنیدم که شوکت به مشهد رفته است. تماماً. در آخر سالهای 80 و اول سالهای 90 در جامعه شوروی تشنج و ناآرامی و بی‌ضبطی و پدیده‌های ناخوش اختلاف بین اقوام و ملت‌های به هم دوست واقع گردید. با وجود این هم ما با دعوت یا برای اشتراک در جشن‌ها به تاشکند می رفتیم. از تاشکند به دوشنبه می آمدند. سال 1990 با همسرم و همپایی دوستم نعمتزاده به
به جشن 70 سالگی شاه اسلام شاه محمدوف سال 1996 با شادروان اعلی خان افسحزاد به جشن تجلیل 660 سالگی امیر تیمور به تاشکند سفر کردیم. عبدالقادر حیدمیتوف به جشن هزاره شاهنامه فردوسی به مهمانی آمد. از سال 1999 وضعیت شدیدتر گشت. حکومتداران ازبک بین تاجیکستان و ازبکستان ترتیب ویزا جاری نمودند. آنچه که در طول 1000 و 2000 سال هیچ مرزی و سدی مردم ازبک و تاجیک را از هم جدا نکرده بود، امروز به یک کاغذ تمغدار دولت مستقل تاجیک و ازبک را از هم جدا کردند. ازبک ها و تاجیک ها به توی اعضای یکدیگر به ویزا آزاد رفته نمی توانند. سال 2002 برای زیارت سمرقند زادگاهم، برای زیارت قبرهای پدر و مادرم و گذشتگانم مجبور شدم ویزا گیرم. به زادگاهم، به خاک عزیز و به جان برابرم، برای یاد پدران و بابایان امروز راهی سفری آزاد بروی من بسته است. ماه دکبر سال 2002 پسرم فریدون با مأموریت به تاشکند رفت. تأکید کردم که دوستانی مرا البته بیند، از وضع و حال آنها به من خبر بیارد. عبدالقادر حیدمیتوف خود به دیدن فریدون آمده، گشته و برگشته از حال ما و زندگی امان پرسان و جویان شده است. چند کتابی به تازگی به چاپ رسیده‌اش را به رسم تحفه ارسال نموده است. به حوله شاه اسلام شاه محمدوف می رود. زن و شوهر از سن 80 گذشته، آثار پیری در وضعشان هویدا بوده است. شاه اسلام فریدون را به کابینتش می درآورد. آنجا صورت رودکی در بافت قالی آویزان بوده است. شاه اسلام گفته است: این صورت رودکی برای من خیلی عزیز و گرانبهاست. اول اینکه آن را دوستم رسول خان در 70 سالگی هم تحفه آورده بودند. دوم اینکه رودکی در خانه من چراغ علم و معرفت و تاریخ بزرگ ادبیات تاجیک را همیشه فروزان نگه می دارد. ما را می خواهند از هم جدا کنند با مرزها و ویزاها، اما چنین بزرگان مثل رودکی و نوایی ما را به هم می پیوندند. در چشمان شاه اسلام اشک پیدا می شود، اشک پزمانی و یاد دوستان، اشک درد و علمی که جدایی های سالهای آخر جان و تن را می سوزد. امروز نودولتان پا در رکاب مرزها را در بعضی جاها با مواد ترکنده بستند. چندین بیگناهان و بیخبران از ترکش به هلاکت رسیدند. روزی می رسد که این نودولتان پا در رکاب سلطنت را تاریخ به گوشه فراموشی می اندازد و مردم تاجیک و ازبک آزادانه و سرفرازانه به هم می پیوندند، بیرق اتحاد و دوستی را بلند می افراشند.